همه چیزا با رایگان با کمک میکنیم ساز میکنیم. ای شما یک رحمت کد تا دیگارو بین. این که این گونه اقدام رو که ما گرفتیم باری اول است برای مردم حیران نشوید. در حقیقت هم ما رایگان تعمیر کرده میدیم. سلام علیکم دوستای عزیز. چخیلی که وعده داده بودیم که هر نفری که اگر اسبابای برقی داشته باشد و نیازمند باشه ما با او رفته به پول یعنی طریق رایگان اسباب و انجام او رو رایگان تعمیر میکنیم با او میدهیم. و امروز با ما مراجعت شد که یک تفدان کمی ویران شده مونده است. اما مراجعت شد که انا هوای ما تعمیر کرده دیم و شما این نواری ما رو پیگیری کنید چی طور ما آن رو تعمیر کردنش رو نقطه به نقطه با شما نوار گرفته میتیم. ویدیوی ما جالب است، ما رو تماشا کنید. انا باز اینمی عیب شما یافت میره باز اینا ویلکر هم زدگی ای ویلکش هم مثال ایواز میکنیم نو میکنیم. انا با اینجا переключатель دارم تگ تنی تورو تگ هردشا گیریون میکنه. دوستای عزیز، اگر شما نیز در همسایگیتون نفران نیازمند یا نفرانی که همه گونه اسباب ها دارد و به تعمیر نیاز دارد با رقم هایی که در زیر ویدیو ما گذاشته ایم شما مراجعت کنید. ما به پول رایگان به شما تعمیر کرده میدیم. این که این گونه اقدام رو که ما گرفتیم باری اول است برای مردم حیران نشوید. در حقیقت هم ما رایگان تعمیر کرده میدیم تا که بر شما یک کمک شود و انشالله که در این پروژه ما تا ماه رمضان کلان شده می رود و ما کمک ها در نموز کلان بر شما می رسانیم. دوستان عزیز، ما در این کانالمون طرز تعمیر کردن هر گونه اسباب های برقی را بر شما نشون میدیم. شما این گونه ویدیوها رو تماشا کنید و از عهده همه گونه ساز کردن همین بیتوای تکنیک خودتون به آسانی میبرید. هر چیزی رو که نمیفهمید در زیر همین ویدیوها کامنتاری نویسید با ما ارسال کنید و با ما طرز ریمون کردن او رو میفهمونیم یا که با همون رقمایی که ما در همون باید موندگیم در زیر ویدیو با ما مراجعت کنید. خودتون رو به طرف نگیرید. هر جایی رو که نفهمیدید بسیارتر شما نویسید ما میفهمونیم بر شما. دوستان عزیز، ما این تفدان رو تعمیر کرده بر اومدیم. عین حال ما میسنجیم که این طرز تعمیر کرده ما چگونه شد، آیا تعمیر ما نتیجه داد یا نه. دوستان تماشا کنید، ما میسنجیم. رفتیم. نه رازید کنید 120 ولت. باید لامپوچکاش همین چراغاش باید درگیره. اینا درگیره. اینا کلیچه تو خیره ما مثل همین درگیروندم. انا اینجا مثل همین چیز درگیری وجه با کار در اومد. خیلی آدما باشه انشالله دستگیری میکنیم. شما باشید کانال ما را دستگیری کنید. شما در همه شناساتون رای کنید تا که ما را بینن و نویسن یا با تلفنی زنگ زنن. همخی مراجعت خودشون رسانه انشالله ما در خدمتیم. این اکاجون که یک بار تفتیش کنید که مثلا سوی دکی زدیم این باید تنو جوش شود گرم شود. یک بار بینه چی خیلی گرم نیست. گرمه بهترین. اینا تگ تور هر دوش کار کردیسته انشالله. همون مثال که فهمونی امی تو اخیر طرف دستی راست
чили часовояку як да 3 соат мерава тараф итаз то охира кина ҳар ду тем дар мегира як ду ина хай мекишемаш бисёри бад чӣ нашава мате ира сададам ҷа мемонем дигар мисл ина бародаро мо ҳам яка гуфт ки ҳамахе мисол духовка дорем мо омадем ҳам як таъмир кардем ин ҳози дар свет задагем ҳаме чиз соз шид иншоалло рӯзои нағза истифода мебаранд ба коршон мебият мо дар хизмат мо уже дар шумо ҳастем ҳаме ки ягон месӯза бо мо омада ҳаме чизро бо ройгон бо кӯмак мекунем соз мекунем ай шумо як раҳмат куд то дигоро бина ки ҳамихе чиз ию як навигарияйда ҳами и дар ватани худ мо як навигарӣ шид и ҳар хеле ба фикрам карда наметавонам иншоалло як раҳмат